پرواز اشتباهی یا نادرست یک کره هوایی که از ازبکستان آوردند در مرکز شهر خوجند کمش 3 کس را زخمی و بام 2 خانه را ویران کرده است. مسئولان اداره حالتهای فوق‌العاده جزئیات ندادند. با اطلاع یافته رادیوی آزادی، صاحب کره هوایی رستم سیدعلیف پس از معاینه پزشکان از بیمارخانه جواب شده فیروزه ترسونوی 40 ساله همراه کودکش در شفاخانه بستری هستند. این حادثه روز 1 ایون و چند لحظه پیش از برنامه هنری در پیوند به روز جهانی حمایت از کودکان رخ داد. قرار بود در این برنامه هنرمندان معروف و مردم و به ویژه کودکان خرسندی بخشند، اما پرواز اشتباهی کره هوایی مانع برگزاری کنسرت شد. سبب حادثه را تندباد می‌نامند. نشر به هوا برخاستن کره هوایی و به بینا و اطرافیان برخوردن آن روز 1 ایون در شبکه‌های اجتماعی زود پهن و باعث به سر و صدا گشت. در همین نوارها دیدن ممکن است که یک نفر از داخل آن خود را به بیرون پرتافته است. شرکت فراوان از سازمان دهندگان برنامه هنری در خوجند و کرا کردن کره هوایی از ازبکستان نام بر می شود. مسئولان آن شرکت که به استحصال محصولات غذایی و ساختمانی مشغول است، در صحیفه رسمی خود از رخداد حادثه به گفتهشان ناگهانی معذرت خواسته وعده دادند که برای خوشنودی کودکان برنامه کنسرتی را به زودی برگزار خواهند کرد. سالهای اخیر در چند معرکه ایدانه در تاجیکستان از کره هوایی استفاده شده است. سال 2002 در آستانه تجلیل از یک جشن دولتی در شهر استرافشن یک کره از نظارت بیرون شده تا حدود ناحیه شهرستان رفته است. آن زمان 2 خلبان از سردی اذیت کشیده اما جان به سلامت بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.